سلام دوستان، امروز در خدمتتون هستم با موضوع چاقی صورت و همچنین عوامل مؤثر بر اون. در ابتدا خدمتتون عرض کنم که چاقی صورت عوامل متعددی میتونن روی اون اثرگذار باشه، شامل عوامل محیطی، همچنین عوامل غیر محیطی که مهمترین عوامل محیطی استرس، اضطراب و رژیم غذایی هستش و عوامل غیر محیطی مثل تغییرات هورمون ها که بیشتر در خانم ها اتفاق میفته هستش. از عوامل محیطی مثل استرس و اضطراب خدمتتون عرض میکنم که به خاطر این هستش که استرس و اضطراب بیشترین اثر رو روی فیس یک فرد و صورت یک فرد داره، به خاطر این هست که بیشتر پایانه های عصبی منتهی به عضلات زیرجلدی صورت میشه و برای همین هست که یک فرد در مواقع استرس و اضطراب بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و همچنین ما به عنوان یک فرد دیگر میتونیم اون رو به صورت مضطرب ببینیم به خاطر فیس و تغییرات فیس و صورت ایشون. عوامل مهم دیگر رژیم غذایی هستش. دوستان همونجور که میدونید رژیم غذایی میتونه به صورت‌های خیلی مختلف، متنوع و گوناگون روی فیس یک فرد اثرگذار باشه. علاوه فیزیولوژیکی اگه خواسته باشیم صورت رو بررسی کنیم، صورت شامل پوست، لایه زیر پوست که همون بافت چربی زیر پوستی است و مایچه‌های صورت هستش که مایچه‌های صورت معمولاً خیلی اثر روی توپل یا توپل نشون دادن فیس یک فرد نداره، اثر نداره و نقش مهمی نداره، اما بیشترین اثری که داره این قسمت بخش چربی زیرجلدی، بافت چربی زیرجلدی هستش که باعث میشه یک فرد با صورت توپل به نظر برسه و میزان چربی زیرجلدی اون فرد بیشتر باشه. خب عوامل مهمی که روی پوست یک فرد اثر میذاره رو بررسی میکنیم. همونجور که میدونید پوست انسان تشکیل شده از بافت همبند کلاژن و آلاستین که کلاژن و آلاستین یک نوع پروتئین هستش که از لحاظ بیوشیمیایی مواد مغذی مثل ویتامین ها و مینرال ها میتونه روی اون اثر مستقیم داشته باشه. اما موقعی که ما افزایش کلاژن سازی پوست صورت رو داریم، طبیعتاً پوست یک فرد نرمالتر همراه با تراوت و شادابی بیشتر نشون داده میشه. عوامل مهمی که روی اون اثر گذاره از لحاظ رژیم غذایی اگه خواسته باشیم بررسی کنیم، میزان آب دریافتی روزانه یک فرد هستش. دوستان همونجور که میدونید یک فرد حدوداً باید 8 لیوان 250 سی سی آب در روز مصرف کنه به صورت معمول که میتونه مصرف آب باعث شادابی پوست یک فرد بشه. خدا نگهدار.